سلام دوستان، روزتون بخیر. خیلی از شماها تماس گرفتید بابت اینکه باطل السحر یا بابت بیماری‌های روانی یا اعصاب که نتیجه نگرفتید، پزشک بردید مثلا عزیزاتونو ولی جوابی نگرفتید. دعا زیاده. من سعی میکنم دعاها و طلسماتی که شما دوستان بتونید خودتون انجام بدید و در اختیارتون بذارم. دعاها و طلسمای خیلی سنگینی هست. بله، جن زدگی‌های خیلی بسیار شدیدی هستش که واقعا خیلی سخت اخراجشون. عفاریت خیلی کارکشته‌ای هستن که واقعا با خیلی از دعاها و طلسما بیرون نمیرن و سوزونده نمیشن. خیلی طلسمات زیادی هست در این باب. خودتونم که الان یک کتاب مثلا من نشونتون بدم خیلی بسیار زیاده، ولی اون چیزهایی که شما عزیزان بتونید انجام بدید من اونها رو بهتون خدمتتون معرفی میکنم. انشاءالله که بتونید انجام بدید و به دردتون بخوره. در پناه خدا.